آخرین شب شعبان بود، مردم دنبال هلال رمضان میگشتن اما هلال ندیدن به عللی، یا ماه یا هوا غبارآلود بود یا ابری بود، ماه ندیدن. همون شب یه عروسی بود، ساز میزد، خیلی ها مست و میرفتدن، زن و مرد. ساعت 10-11 شب اعلام کردن که تو اون گوشه استان نمیدونم کجا ماه دیدن. از بلندگوهای مسجد اعلام کردن ماه مبارک رمضان وارد شد. حالا سازم داره میزنه. امشب هنوز ماه ندیدن، همین هرچی رقص هست بکنیم که اگه فردا شد دیگه نمیتونیم عروسی بکنیم. از اون طرف داره میرقصه، یه دفعه خبر دادن از بلندگوها که رمضان وارد شده، در صورتی که صحابه و بزرگان دین و اونهایی که اهل عرفان و اهل ایمان و اهل تقوا بودن 6 ماه قبل از رمضان به استقبال رمضان می نشستن و دعا می کردن خدایا ما را به رمضان برسون و رمضان را به ما برسون و بعد از اینکه به رمضان رسیدیم توفیق خدمت به رمضان و استفاده از رمضان را نصیب ما بفرما. و وقتی که رمضان تمام می شد روزهای آخر خودشون رو به زمین می زدن از گریه و زاری، چرا میخوان از دست بدن؟ خداوند شب قدر رو تو رمضان گذاشته، یک شب مسافت 83 سال و 6 ماه معنویات. امشبم تو همین سلام‌های آخر درباره لیله مبارکه حافظ صنعان تلاوت کرد. لیله مبارکه، شب مبارک، شب قدره. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. چطوری از زمین به آسمان در شب تاریک نگاه میکنیم، ستاره ها رو میبینیم میدرخشه. فرشتگان وقتی از بالا به زمین نگاه میکنن مساجد رو میبینن که میدرخشه و اونهایی که وضو گرفتن و با وضو هستن. انسانهای نورانی شما مثل ستارگانی برای فرشتگان آسمان میدرخشه. در شب قدر نور آسمان که فرشتگان باشن که نورشون از الله گرفتن، با این نور ایمانی شما تو خانه خدا به هم آویخته میشه. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. سلام، آرامش، امنیت. چه چیزی الان اینجا احساس میکنید؟ خانه، زندگی، مغازه، همه چی رو رها کردید آمدید توی این نصف شب تو خانه خدا در جمع دوستانتون. بعضی داخل نفس زیاد گرمشون میشه، فکر میکنید 2-3 نفر میان بیرون، فکر میکنید اینها میخوان برن، گرمشون شده، نه یه نفسی میکشه دوباره میاد داخل. خیلی عجیبه. 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر آماده ان که 4 نفر بیان بیرون خودشون رو بندازن داخل، بیان جا رو پر بکنن. این بشارت به خیره. هنوز حس در شما هست، هنوز دلها نمرده. این نشانه ایمانه. میخوای من یه مثال بزنم؟ باور بکنی همون که شما فکر میکنی لاته، بیدینه، لایکه، علمانیست، همون که فکر میکنی اهل تقوا نیست، نماز درست نمیخونه، شاید مشروبم بخوره، سیگارم میکشه، اهل دعوا و آشوبم هست، ولی تو قرآن جلوش بنداز بگو لگد بزن. اگر به گریه نیفتاد بهش بگو یه دشنام به پیامبر بده. اگر زبانش رفت ایمان وجود داره. سهل انگاری کرده، غفلت کرده. این عزیزمون درست نوشته. تو رمضان ملاها هم زنده تر میشه. اگر بعد از رمضان ما هم اینطور باشیم، هوای شما رو داشته باشیم، تو فکرتون باشیم، بیام تو بازار به شما سلام بکنیم، رفت عزیزم دیدن باقر همون بود. حضرت عبدالله بن عمر یک غلامی داشت، بهش میگو بلند شو بریم بازار. بریم بازار؟ امروز عالم وقتی تو بازار میره اینطوری راه میره که چشمش به نامحرم نیفته. خب چطوری بازار اصلاح بشه؟ این بازاری ها رو تو بازار مساکین رها کردیم، فرصتی گیر میارن میپرن تو مسجد، فرصتی طول سال گیر میارن. دیشب میگم ما اینجا 5-6 صف کم داشتیم چون فرداش تعطیل نبود، ولی امشب 4-5 صف جا کم آوردیم. دنبال یک فرصتی هستن که ببرن.
من تو خود همین بازار زیتون بندر عباس رفتم، یه وقتی یه کفشی بخرم، تو چند تا مغازه ها رفتم سلام میکردم، دوستان در می آمدن. رفتیم توی یکی از مغازه ها، گفتن این بچه‌های خوبه بالاخره بریم اونجا. رفتیم اونجا، دیدم که یه نفر داره با مشتری صحبت میکنه، یه کشاوی داره، یه جوونی 20 سال کشاوش اینجوری کشیده پشت دخل نشسته. من فکر کردم پولاشو داره میشماره. حالا که دیدم یه کشاوی داره اینطوری کشیده، مصحف شریف رو باز کرده داره تلاوت میکنه. داره تلاوت میکنه تو بازار طلا فروشی دبی. دوباره همین حادثه رخ داده. عزیزی کتابی رو کشاوشو کشیده اونجا تفسیر گذاشته داره تفسیر میکنه. کوچکترین فرصت مشتری نیست، فلان نیست. حضرت عبدالله بن عمر هر روز میرفت بازار مدینه، غلامش همراهش بود، مغازه میرفت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام میکرد، اول پرسی میکرد، بعد میرفت مغازه دیگه. برمیگشتن خونه، غلامش میگو ارباب هیچی نخریدی تو، بازار جای خرید و فروشه. گفت چرا نمیفهمی؟ دست زد رو شکمش، گفت چرا نمیفهمی؟ رفتیم بازار چکار کنیم؟ رفتیم بر اهل بازار، برادران مسلمانمون سلام بکنیم، دلشون به دست بیاریم، کسب ثواب بکنیم. ما رها کردیم، دانشجو رها کردیم، مدارس رها کردیم، باشگاه ها و ورزشگاه ها رو رها کردیم. 2 ساله الان تو باشگاه اروند نماز تراویح برگزار میشه، یه حافظ اونجا ایستاده، حافظ سهام الدین کمالی، خردسال‌ترین حافظ سوروست، ولی الان دبیرستان داره میخونه. 2 صف اونجا نماز تراویح میخونه متین شمرده، بعد میرن تمرینشون میکنن. برای ما بفرست، وقتم فرصت کردم میاد مسجد اینجا. قبول داشته باشیم که یک تحولاتی رخ داده در دنیا، یک بیداری رخ داده، بیداری که بشارت به خیر میده. جوان تو همین مسجد، باور بکن من بچه بودم وقتی می آمدم اینجا، اگر یه روز امام مریض میشد یا مسافرت میرفت یا معذور بود، اولا که 10 تا پیرمرد بودن، هر کسی یک گوشه خودش نماز میخوند میرفت. امروز حفاظ تو نوبتن، شاید نزدیک 200 تا دانشجو دختر و پسر از اول رمضان همینجور موری دارن اینجا میان. دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه پیام نور. بچه‌های تربیت معلم زنگ زدن گفتن ما یه سرویس می‌خوایم، مینیبوس می‌خوایم که راهمون دور، وسیله نداریم. یکی از همین بچه‌های جماعت مسجد که از بازار میاد، اقتصاد چقدر خوبه. شب قبلش من گفت شیخ اگر جوانایی هستن که تو محلات یک جا جمع بشن من پول سرویس رو میدم. سبحان الله، این شب قبلش گفت، شب بعدش برادرها زنگ زدن راهمون دور، سرویس نیست. آمدن تو نماز گفتن ما همونا هستی ما و پول سرویسمون هم خودمون داریم میدیم. گفتم نه. نفر 1000 تومان جمع کرده بودن میخوام بیان نماز تهجد. بچهای تربیت معلم اینا میشن مدیران مدارس، معلمان. گفتم نه، این هدیه است از جانب یکی از برادرای بازاری شما، نصیب شما شده، این هدیه رو رد نکنید، بذارید پول سرویس این بده، ثواب شما کم نمیشه. این دلش خواسته. چطوری میتونیم به هم خدمت بکنیم؟ تو وقتی میای اگه تو فکر باشی که ماشین داری خالی نیاید 3 نفر بیارید، میدونی چقدر ثواب داره؟ یا علی لان یهدی الله علی یدیک رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم. ای علی اگر یک نفر توسط هدایت داده بشه از شتر سرخ برای تو بهتره. ماشین خالی میای، زنگ بزن این طرف که وسیله نداره. برو تو بازار تشویق بکن، امشب بیا، فردا که تعطیله، حداقل امشب بیایید. دنیا خوش میشه، باور میکنید دنیا خوش میشه. بعد از رمضان هم هوای هم دیگه داشته باشیم، به هم سر بزنیم. شما بیایید، ما بیاییم تو بازار. مشکلات خیلی زیاده، مشغولیت ها خیلی زیاده، ولی باید بیشتر رو خودمون کار بکنیم. از این برادر عزیزمونم تشکر میکنم که این مطالب رو نوشت. خدا جزای خیرش بده، حتما تو فکر ما و شما بوده. چقدر خوبه. شرط نیست که همیشه من گوینده باشم، که وابسته به افراد نباشید، وابسته به یک سیستم باشید. حضرت عمر یه روزی رضی الله عنه گفت که اگر عمر اشتباه کرد، عمر نیاز پیدا کرد به نصیحت، شما چی کار میکنید؟ رو درواسی نداشتن. یه نفر بلند شد گفت اگر عمر کج رفت با سر این شمشیرم عمر رو راستش میکنم. عمر یک سرمایه است، ما میذاریم که از دستمون بره، اشتباه بکنه ولش بکنیم.
حضرت علی چی میگه رضی الله عنه؟ میگه خیری در ما نیست اگر که این کلمه رو به هم نگیم و خیری در ما نیست اگر این کلمه رو از هم نشنویم. اون کلمه چیه؟ اتق الله، از خدا بترس. به هم دیگه بگیم. بله، این اطلاعی است. انشاءالله داماد آماده است که با هم داماد بشن توش روستای گروک از بخش بیابان. لیست دامادا رو الان آوردن با عروسا. 20 نفر قرار شده یه 10 تایی هم از سیریک باشن که همراه با هم. اگه کسی هم اینجا هست با هم میریم انشاءالله، با هم برمیگردیم. 20 تا داماد آماده یک جا. این جماعت مسجد انشاءالله وقتی میریم یه هدیه با هم بخریم برای هر 20 تا. تحول ایجاد میشه. تعهد دادن 20 تا، الان آمادن. دعا بکنیم تا خداوند ما و شما را قبول بکنه و خاتمه به خیر بکنه و بپذیره در راه خودش و در زندگی و مال و اولاد و خانواده و همسر و پدر و مادر و دوست و رفیقمون و عمرمون خدا برکت بندازه.